زیلیاز امروز این مشکلاتی رام که یا این دردی رام که گویم آمده است، این به اجازت خدا نمی شود، به اراده خدا نمی شود. زیلیاز الله مهربان از این حال همه ما و شما آگاهی دارد. در این صورت برادران عزیز، وقتی که این درد از نزد خودش باشد، این سختی با اراده او باشد، ما باید در برابر این چی ها کردن در کاره؟ ما در برابر این برادر عزیز یک چیزه، یعنی آن چیزی که می آید برادران عزیز و گرامی، ما یک چیز فراموش نکنیم که اون به اراده خدا نمی آید یا او به فرمایش الله هیچ وقت پایان نمی آید. یعنی وقتی این مشکلات برادرای عزیز و گرامی، خواهرها و مادرای عزیز، وقتی بالای ما که آمد، در عوض این باید که ما صبر داشته باشیم، ما باید طاقت داشته باشیم، ما باید در برابر این بیهودگویی نکنیم، ما در برابر این ناراضگی نکنیم، ما در برابر این بیفهمی نکنیم، ما در برابر این به هر یک آوازه و به هر یک سخنهای بیجا خواهرها و برادر عزیز داده نشویم. پیامبر گرامی میگه وقتی صحابه ها را دید، هم صحبت ها شدید، چی گفت؟ گفت کیف اصبحتم؟ چخیل گفت روزگذرانی ها تان چخیل است؟ گفتن اصبحنا مؤمنین بالله. گفتن حضرت الحمدلله از همین نعمتی دینداری و اسلامداری من الله را شکرگزاری میکنیم، مؤمن مسلمانیم. پیامبر گفت و ما علامت ایمانکم؟ گفت وقتی شما دعوای دین میکنین، دعوای اسلام میکنین، وقتی شما خداتون مقصد وقتی میپرسندتان شما مسلمانین، میگین الحمدلله مسلمانین. گفت آیا میتونین از ایمانداری هاتون نشانه هاش گویین؟ ایمانداری و اسلامداری گو نشانه داره. نشانه ایمانداری شما چه است؟ برادرای عزیز اونا چی گفتن؟ گفتن نصبروا علی البلا، نشکروا علی الرخا، نرضا بالقضا. گفتن حضرت وقتی بالامون چی سختی بیاد صبر میکنیم. دو، هرگاهی که خدا یک شرایط خوب اگر فراهم آورد در او شکرگزاری میکنیم. و نرضا بالقضا، چیزی در تقدیر ما باشد در او راضی. پیامبر گرامی چی گفت؟ انتم مؤمنون حقا. گفت حقیقتا شما مؤمنهای کامل هستین. زیلیاز امروز این مشکلاتی رام که یا این دردی رام که گویم آمده است، این به اجازت خدا نمی شود، به اراده خدا نمی شود. زیلیاز الله مهربان از این حال همه ما و شما آگاهی دارد. در این صورت برادران عزیز، وقتی که این درد از نزد خودش باشد، این سختی با اراده او باشد، ما باید در برابر این چی ها کردن من در کاره؟ ما در برابر این برادر عزیز یک چیزه صبر میگن، صبر میگن و شکرگزاری میگن. برادر عزیز و گرامی، کلمه صبر در قرآن 103 بار آمده است. 103 بار بینین واژه صبر در قرآن گوشزد شده است و بسیار گویم یک جای بهترین و خوبترینش برای ما این است که الله مهربان وقتی میگه ان الله مع الصابرین، من همراه کسانی هستم که اونها در این مصیبت و در این مشکلات صبر وقتی انتخاب میکنن. الله را بین در دیگر آیت چی میگه؟ ان الله یحب الصابرین. خدای مهربان میگه من صابرها را دوست میدارم. برادر عزیز و گرامی، خداوند در سوره در آیت دیگر میگه انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کسانی که در هر سختی به سر اونها میارم، وقتی که صبر میکنن اجری به حساب میتون. یعنی در این لحظه ها ما باید دلبرداری کنیم، در این لحظه ها باید در قوت یکدیگر بایستیم، در این لحظه ها دست یکدیگر را بگیریم. این روزها برادرای عزیز و گرامی همین روزها هست.
در یک آوازه ها و در هر یک هنگامه ها ماها باید برادر عزیز داده نشویم. من یک قصه میارم، بعدا خدا خواهد با همین سخن انجام میتم. میگه قصه هست به نام حضرت موسی و کشاورز. میگه بار حضرت موسی به الله مهربان مراجعت کرد: خدایا داری بنده ای را که دوستش بداری، داری بنده ای را که در پیش تو محبوبیت داشته باشد. الله مهربان به حضرت موسی اشاره کرد که به فلان صحرا میروی، در اونجا یک کشاورزی است، انمون کشاورز محبوب من است، انمون کشاورز نفری است که من او را دوست می‌دارم. حضرت موسی میگه وقتی به اون وادی آمد، کشاورز دید بیل در دستش زمین میگرداند. بعداً همین زمان میگه حضرت جبرائیل نازل شد و او موسی انمون بنده را که الله میگوید دوستش می‌دارم، محبوبیت دارد در پیش من، قیمت دارد، قدر دارد، انا همین بنده ای هست که امروز بیل در دستش زمین میگرداند و کشاورزی میکند، دهقانی میکند. حضرت موسی گفت این از کدام جهت این مرتبه و مقام و محبوبیت پیدا کرد؟ میگه جبرائیل گفت که الحال گفت یک دم صبر کن، حاضر الله مهربان بر بالاش یک آفت میارد، ببین که در برابر همون بلا این بنده خدا چی عکس العمل نشان میدهد. یک زمانی میگه صبر کردن که این مرد کشاورز این مردی که بیل میزد، بیلش در زمین ماند و در جاش نشست و در مناجات درآمد. گفت خدایا تا امروز تو چشم بینام داده بودی و بیناگی من دوست میداشتم، امروز که اکی دو چشم نابینا کردی که دیگر من پیش من نمیبینم، یعنی در زمان خدا بیناییش گرفت. گفت دیگر چشمام نمیبینه، مادام بینایی من که دوست میداشتم، همین نابینا شدن من دوست میدارم، زیرا که تو دوست داشتی که یک زمان بینا بودم، امروز نابینا باشم، همین را دوست میدارم. حضرت موسی میگه نزدش آمد، فهمید که این بنده در مقام رضا ایستادگی. یعنی برادرها وقتی انسان در برابر مصیبتی که خداوند بالاش میاره، وقتی رضاگیش اعلان میکند که خدایا تا دیروز صحت بودیم، سلامت بودیم، آسوده بودیم، امروز که همون صحتی رفت، امروز که همون آسودگی رفت، امروز که رنج آمد، در اینش هم خدای مهربان راضییم، چیزی که تو میخواهی ما در همون راضییم. این بنده هم همون سخنه گفت. این مقامی رضایت میگن. حضرت موسی گفت بنده خدا گفت من پیامبر هستم، من حضرت موسی هستم، اگر خواهی دعا میکنم، دعای پیامبرها اجابت میشوند، خداوند با همون بینایی که داشتی با برای تا عطاش کنه. میگه بنده گفت که حضرت موسی گفت آن چیزی را که خداوند برای من دوست داشت، آن چیزی را که خدای مهربان برای من عیب دید، من دوست نمیدارم آن چیزی را که خودم دوست بدارم. یعنی من رضا هستم در آن چیزی که الله من رضا هست. برادرای عزیز و گرامی، امروز هم عیناً ما در آن چیزی که الله مهربان رضا هست، در آن چیزی که خدای مهربان بر بالای ما، که چگونه در آیت قرآن که آل من زمین ناآفریده، انسان ناآفریده، مصیبت را ناآفریده، الکی این روزها و این ساعتها را من در کتاب لوح محفوظ ثبت کرده بودم که این روزها را شما باید که ببینید. الله که در این راضی باشد، ما هم باید راضیگیمان تیم. برادران عزیز و خواهران مهربان، در اخیر از خدای مهربان خواهان هستم که خداوند ما و شما را صبر تید، خداوند ما و شما را از نعمت شکرگزاریش نصیب کرد.